شنیدم که عصبانی نمیشن واویلا اگر یک طوفانی یعنی سونامی میاد. چی کار میکنین وقتی عصبانی میشین؟ من کار نمیکنم، بقیه فرار میکنن. چه چیزایی عصبانیتون میکنه؟ مثلا شاید اینجوری بپرسم، خط قرمزا چیه؟ خط قرمزان واقعا بی‌انصافی شده در حقتون؟ اجازه نمیدم. سعی میکنن بی‌انصافی کنن ولی خودم نمیذارم. خیلی خوب. الان که عصبانی نیستین؟ چطور به نظر میاد؟ نه الان عالیین خدا رو شکر. ولی اگر که سوالای من زیاد شد یا چیزی رو دوست نداشتین بهم اطلاع بدید، من خودم گفتگو رو تموم میکنم.